در بایگانی که اسناد به جا مانده از امپراتوری روم شرقی، پژوهشگران به گزارشی عجیب دست یافتند. سندی رسمی که زلزله‌ای در قلب بیزانس را روایت می‌کرد. این زمین‌لرزه به طرز شگفت‌انگیزی در بطن یک تحول عظیم اسلامی نیز قرار دارد. تقارن‌های مرموز این دو روایت به چیزی فراتر از تصادف اشاره دارند. یک پیام از آینده‌ای که در عمق تاریخ نهفته است. در تاریخ بشر زلزله همواره به عنوان یکی از بزرگترین بلایای طبیعی شناخته شده است. بلایی که نه تنها خسارات جانی و مالی بر جوامع وارد می کند، بلکه تأثیر عمیقی بر فرهنگ و باورهای مردمی دارد. تمدن‌های باستان زلزله را اغلب در اثر تجلی خشم خدایان یا موجودات فراطبیعی می‌دانستند. از آنجایی که طبیعت این پدیده را به شکلی ناگهانی و بیرحمانه به نمایش می‌گذارد، تفاسیر مذهبی و اسطوره‌ای فراوانی پیرامون آن شکل گرفت. همینطور در متون مقدس اسلامی همچون قرآن، آیات سوره زلزله به وقایع منتهی به روز قیامت و لرزه‌های سهمگین اشاره دارد. نشریه تخصصی در حوزه اعراب بیزانس مقاله‌ای از دو پژوهشگر ایرانی منتشر کرد که در سال 2021 به عنوان برنده جایزه مقالات برتر انجمن مطالعات قرون وسطای مدیترانه‌ای برگزیده شد. این مقاله به بررسی زلزله‌ای در نیمه دوم قرن هشتم میلادی پرداخته که بنا به پیشبینی‌های اسقف‌های کلیسا این زلزله حامل نشانه‌های بزرگی از آینده بود. حادثه‌ای که در دوران امپراتوری بارداس رخ داده و در اسناد عربی از زبان شاه دختی رومی مسلمان که در جریان نبرد میان مسلمانان و رومیان اسیر گردیده به ثبت رسید. ما وقتی که مراجعه کردیم به تاریخ بیزانس یا روم شرقی، در ابتدا به نظرمون رسید که داستان حضرت نرجس خاتون رد میشه، اما با کمال شگفتی بعد از یک کشف جالب متوجه شدیم که نه، ماجرای حضرت نرجس خاتون تازه به شکل چشمگیری میخواد توسط تاریخ بیزانس و تاریخ روم تأیید بشه. این مقاله که قریب به 10 سال از آغاز پژوهش تا انتشار به طول انجامید، اخیراً در المساق مجله مدیترانه قرون وسطا منتشر شد. این ژورنال تخصصی ترین نشریه آکادمیک برای ارائه مطالعات در حوزه اعراب بیزانس با داوری همتا بوده که توسط انجمن مطالعات قرون وسطای مدیترانه‌ای گردانده می شود و توسط انتشارات راتلیج، یکی از برجسته ترین انتشارات علوم انسانی در دنیا، به چاپ می رسد. تحقیقات این ژورنال باید بر پایه روش‌های نوین تحلیل تاریخی انجام شود و صرفاً به یافته‌های تاریخی بپردازد بدون اتکا به پیش‌فرض‌های مذهبی یا استدلال‌های کلامی. پژوهشگران این حوزه علاوه بر مطالعه دقیق و همه جانبه تاریخ مکتوب بیزانس، به پژوهش‌های میدانی در ترکیه، محل کنونی امپراتوری بیزانس نیز پرداختند و از شواهد تاریخی به جا مانده از قرن نهم میلادی بیزانس مانند سکه‌ها، کتیبه‌ها، نقاشی‌ها، کلیساها و قصرها بهره گرفتند. حتی برخی تحقیقات شامل مراجعه به کتابخانه تخصصی نسخ و کتب چاپ سنگی بیزانس در برلین و تبادل نظر با بیزانس شناسان مطرح به عمل آمده. عمده منابع به زبان یونانی و لاتین و در فضای کاملا مستقل از مذهب به رشته تحریر درآمده است. از همین رو تطابق داده‌های موجود در این منابع با جزئیات نقل اسلامی شاهد مهمی بر اصالت ماجراست و می‌تواند پاسخی به برخی شبهات وارده بر این موضوع از قبیل ساختگی بودن و دستمایه داستانسازی‌های مذهبی شدن ماجرا باشد.
ما مثل همه محققین اسلامی فکر میکردیم قیصر همون امپراتوره، در حالی که در دوره بیزانس ما متوجه شدیم که قیصر شخصی غیر از امپراتور میتونه باشه. قیصر یه عنوان شبیه فرمانده کل قواست. امپراتورهایی که تو دورانی که ما داریم در مورد صحبت بکنیم، یعنی دوران ولادت حضرت مهدی علیه السلام و مقداری قبل از اون، 2 نفر هستن که اولی پدر شخصی به نام تئوفیلوس که در 30 سالگی از دنیا رفته و امپراتور بعدی میخائیل سوم هستش که در 28 سالگی کشته شده و اینا هیچ کدومشون نمیتونن پدر بزرگ یک دختر خانومی باشن که براش مجلس عقدی بخواد به پا بشه و مراسم عروسی گرفته بشه. میخائیل سوم که دقیقاً در زمان داستان حضرت نرجس خاتون هستش، چون سن اندکی داشته نائب السلطنه داشته، یعنی کس دیگری روم رو میچرخونده و اون شخص دایی او بوده که به نام بارداس معروفه. و از قضا وقتی که میخواهند نمونه هایی رو از تاریخ روم بگن که شخصی غیر از امپراتور قیصر هم بوده، به نام قیصر بارداس اشاره میکنن. اما ارتباط میان زلزله و سرنوشت مهم شیعه، مسئله تبار مادری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است که از دیرباز محل بحث بوده و شبهاتی بر روایات صادره از آن وارد شده. مهمترین روایتی که شرحی مبسوط از نیای مادری آن حضرت ارائه نموده، نقلی است که در کتب حدیثی متقدم شیعه همچون کمال الدین شیخ صدوق و الغیبه شیخ طوسی از بشر بن سلیمان روایت شده است. این روایت مادر امام عصر را دارای اصالت رومی و نوه قیصر معرفی می کند و سپس به نقل ماجرای ازدواج، بروز زلزله و برهم خوردن مراسم ازدواج شهردخت رومی می‌پردازد. مدتی بعد از واقعه زلزله و برهم خوردن مراسم ازدواج، شهردخت پس از اسارت در شکل کنیز به سامرا می‌رسد و توسط امام هادی خریداری شده و در نهایت به همسری امام عسکری در می‌آید. بانو نرجس خاتون خود را این چنین معرفی می‌کند: من ملیکه، دختر یشوعا، پسر قیصر پادشاه روم هستم. مادرم از نسل حواریون حضرت عیسی و سوار شمعون وصی عیسی است. این معرفی نه تنها بر اصالت و نجابت نسب ایشان تاکید دارد، بلکه بستر روایتی پیچیده از وقایع تاریخی و فرهنگی را نیز فراهم می‌سازد. وی سپس داستانی شگفت‌انگیز از زندگی خانوادگی خود بازگو می‌کند. داستانی که در آن جدش قیصر تصمیم گرفته بود تا در سن 13 سالگی او را به ازدواج با پسر برادر خود درآورد. به همین منظور مهمانان را در کاخ با شکوه خود گرد آورد و تختی مجلل که با انواع جواهرات گرانبها مزین شده بود را بنا کرد. تختی که در تالار پذیرایی بر فراز 40 پله مرتفع قرار داشت. در جریان مراسم داماد بر صندلی اصلی نشست و صلیب‌ها پیرامون تخت چیده شدند، در حالی که اسقفان با وقار ایستاده کتاب مقدس را گشوده و به قرائت پرداختند. ناگهان همانند نشانه‌ای از تغییر سرنوشت، صلیب‌ها از بالای تخت سقوط کردند و ستونهای تخت در هم شکستند. اسقفان از هراس به لرزه در آمدند و اسقف اعظم شگفت زده و اندوهگین از قیصر تقاضا می کند که او را از جاری نمودن عقد ازدواج معاف بدارد. لیکن قیصر در عزم خیش راسخ است. اما با تکرار زلزله و لرزش مجدد کاخ قیصر، مراسم عقد برای بار دیگر به اضطراب بیانجامد و قیصر از عزم خیش منصرف گشته و مراسم پایان می‌یابد. این روایت که سالیان متمادی مورد شبهه و تردید قرار گرفته بود،
حامل نکات و شباهت‌های مهمی از بعد تاریخی با دوره بیزانس بود. در این میان دو محقق ایرانی، هادی تقوی و احسان روحی، در مجموعه‌ای از پژوهش‌ها مؤلفه‌های تاریخی روایت اسلامی را با روایت موجود در تواریخ بیزانسی مقایسه کرده و تلاش کرده‌اند ربط و نسبت روایت اسلامی را با منابع برون اسلامی بکاوند و نتایج این تحقیقات را در نشست‌های معتبر مطالعات بیزانس ارائه کردند. یک تختگاه بسیار مرصع و جواهرنشان خاص که چشمگیر بوده و اون رو در شب عروسی، شب عقد کنون هرچه بوده، آوردن به حیات، به صحن قصر پادشاهی. ما به طور خاص در تاریخ دوره بارداس میبینیم که یک چنین تختگاه ویژه‌ای هستش که ازش یاد میشه. بسیار مجلل بوده و در جشن استر و نیز در جشن‌های عروسی استفاده میشه و مورد بحث بیزانس پژوهان هستش. اینقدر این شیء مهمی هست. سن نامزدی در اون دوران طبق قانون رسمی اون دوران ما پیدا کردیم که سن 13 سالگی برای دختران و 15 سالگی برای پسران هست. اشرافزاده ها به خصوص در این سن نامدار میکردن فرزندانشون رو تا تحت تربیت های ویژه قرار بگیرن و برای رفتن به خانه بخت آماده بشن. محققان علاوه بر بررسی متون تاریخی با انجام تحقیقات میدانی در قلمرو امروزی امپراتوری بیزانس یعنی ترکیه به کشف زلزله‌ای گم شده در دل تاریخ دست یافتند. زلزله‌ای که هم در روایت شاه دخت و هم در منابع دیگر به آن اشاره شده است. بر اساس یافته‌های ارائه شده در حوالی سال 860 میلادی زلزله‌ای مرگبار در بیزانس رخ داده بود. حادثه‌ای که اسقف‌ها آن را نشانه شوم برای حکومت بیزانس تلقی می‌کردند. زلزله‌های زیادی ثبت شده ولی یک زلزله خاص هستی که به همون تاریخ مربوط میشه و خیلی برای ما جالب بود. گزارش بسیار بسیار کهنی هستش که اونجا در منابع بیزانسی بهش اشاره شده. البته در منابع اسلامی هم مثل تاریخ طبری اشاراتی به این زلزله شده است، اما گزارش بیزانسی برای ما خیلی مهم و جالبه. در اون گزارش اومده که در یک شب زلزله هایی رخ داد و کنستانتینوپل به خود لرزید. فردای اون روز فوتیوس پاتریارک اعظم کنستانتینوپل یا به تعبیر عربیش بطریق اعظم مردم رو جمع کرد و به اونها خطاب کرد. گفت ای مردم، به شایعاتی که میگویند اتفاقات دیشب ناشی از غضب خدا بوده است توجه نکنید. این یک مسئله دینی نبوده، صرفاً جابجایی انبوهی از آبها و امواج بوده که باعث شده که کنستانتینوپل به خود بلرزه. این سوال پیش میاد که چرا باید در یک شب زلزله هایی رخ بده، قصر رو به خود بلرزونه و بعد این صحبت پیش بیاد که این یک مسئله دینی بوده؟ چون اون منطقه ترکیه فعلی و منطقه روم منطقه‌ایه که خیلی زلزله خیزه، ولی در مورد این زلزله خاص فوتیوس خودش رسما وارد عمل میشه و میگه به شایعات توجه نکنید. ما وقتی به داستان حضرت نرجس خاتون مراجعه میکنیم میبینیم که بیش از یک زلزله در اون مجلس عروسی رخ داده و بعد اون شخصیت‌های مذهبی اونجا به پادشاه، به قیصر میگن که جناب قیصر، ما رو از این ازدواج معاف کن که در اون زوال دین مسیحی و آیین ملکانی رو میبینیم. با وجود شباهت‌های فراوان،
تفاوت‌هایی نیز در جزئیات روایت‌های زلزله، پیشبینی‌ها و اتفاقات به وقوع پیوسته بعد از آن دیده می‌شود. تفاوت‌هایی که ناشی از بسترهای فرهنگی و تاریخی متفاوت هر دو روایت است. احتمال انتقال روایت بیزانسی به دنیای عرب، چه از طریق شهادت شفاهی ملیکا و چه از طریق اسیران جنگی، به عنوان یکی از مسیرهای محتمل برای انتقال داستان‌های تاریخی مطرح است. با این وجود، گزارش‌هایی مبنی بر آنکه قیصر یک مترجم زن منصوب کرده بود تا به ملیکا زبان عربی را بیاموزد، نشانگر تعامل عمیق میان فرهنگ بیزانسی و عربی است. دوستان عزیز من، وقتی که این تحقیق رو داشتن پیگیری میکردن، با وسواس عجیبی داشتن این کارو میکردن. اینها از اول قصد کردن، گفتن ما میخواهیم در سختگیرترین مجلات علمی بین المللی مقاله‌ای تو این زمینه چاپ کنیم، آیا میتونیم یا نه؟ و این اتفاق افتاد و این یک افتخاری است که ما تونستیم یک گزارشی که در کتاب کمال‌الدین هست رو نشون بدیم که این معتبره از حیث منابع غربی. به طور کلی تا پیش از کشف مستندات بیزانسی، بحث‌ها و ابهاماتی درباره اصل و نسب حضرت نرجس خاتون وجود داشت که اصالت شاهزادگی ایشان را مورد تردید قرار می‌داد. اما با دستیابی به این گزارش‌های جدید از متون بیزانسی و تطبیق آنها با اسناد مکتوب عربی، تصویری روشن‌تر از جایگاه تاریخی و اصالت رومی ایشان به دست آمد. بر اساس این اسناد و تایید روایت بشر بن سلیمان میتوان با اطمینان گفت که بانو نرجس خاتون همان پرنسس مؤمنه ملیکه بوده است.